برای نصب پکیج منیجر رو روی لینوکس DDWRT براتون داشته باشم. قبل از اینکه بخوام بیشتر از این جلو برم، یه نکته خیلی مهم رو میخوام بهتون توضیح بدم. این که وقتی که میخواید DDWRT یا حتی OpenWRT رو برای روتر خودتون نصب بکنید، حتما ورژن روتر خودتون رو چک بکنید که ورژن فرمور اشتباهی رو برای خودتون دانلود نکنید. حالا اینجا من روترم لینکسیس WRT 32 هست که ورژن آپگرید شده 3200 ACM هست. اینجا میام و برای هر روتر یه فرمور جداگانه هست برای اون فرمور آپگرید رو دادن. برای این روتر به خصوص شما اول نیاز هستش که این فایل ایمیج رو دانلود بکنید، بعد از صفحه لینکسیس و ونوم لینکسیس توی فرمور قسمت فرمور آپگرید اینو آپلود بکنید و آپگرید رو انجام بدید که DDWRT براتون نصب بشه. خیلی راحت هست، مثل قبل نیستش که کلی دنگ و فنگ و جی تگ و اینجور چیزها رو لازم داشت. بعد از اینکه نصبتون تموم شد و روترتون با DDWRT بوت شد، قسمت ادمنستریشن میاید، فرمور آپگرید و اینجا این فایل دوم رو آپگرید میکنید تا به ورژن فول برسید. چک بکنید وگرنه به مشکل میخورید و ممکنه روترتون رو بریک بکنید به اصطلاح. خب برای اینکه بخوایم روی این لینوکسمون پکیج منیجر نصب بکنیم و بخوایم پکیج های مختلف رو نصب بکنیم، حالا هر پکیجی که دوست داریم مثل وایرگارد، میتوری و هر چیز دیگه ای، دو تا روش هست. روش اول فعال کردن پارتیشن JFFS2 هست و روش دوم استفاده از USB فلش درایو. حالا روی این روتر به خصوص با این فرموری که هست، ظاهرا نمیدونم باگ داره یا چی، GFFS2 فعال نمیشه، چه با کامند چه با به صورت وب یو آی. برای همین من توی این آموزش میخوام در مورد USB صحبت بکنم که خطرش هم کمتره. یعنی شما یه دونه USB فلش درایو رو میذارید اونجا و اینترنال استوریجتون رو پر نمیکنه. مهمترین بخش اینه که شما حتما روترتون اون قابلیت رو داشته باشه. یه سری روترها چون مموری داخلی خیلی زیادی هم ندارن، حالا اینجا من 512 مگ در واقع ظرفیت فلش استوریج من هست. یه سری روترها خیلی کمتره، مثل 16 مگ یا 18 مگ بیشتر، یا 32 مگ نهایتا، یا 8 مگ، حتی خیلی هاشون اکثرا 8 مگ هستن و بابت اون قضیه نمیتونن به راحتی JFFS رو فعال بکنن. حالا مال من که مشکل باگ هست، ولی شاید رو فرمورهای دیگه شما مشکل باگ رو نداشته باشید ولی مشکل فضا رو داشته باشید. به همین دلیل توصیه استفاده از USB فلش است. برای اینکه بخوایم USB فلش رو فعال کنیم، شما یک مموری حجم پایین یعنی 4 گیگ و حتی 8 گیگ هم خیلی زیاده واسه این قضیه. من یه USB 4 گیگ متصل کردم به پشت روترم. بعد روی این فرمور فکر می‌کنم این 666 من ورژن قبلی که روش نصب داشتم 472 بود که USB رو ساپورت نمی‌کرد. ظاهراً تو ورژن جدید USB رو ساپورت میکنه. وارد قسمت سرویس میشین و اینجا USB enable رو میزنیم و اینجا هم enable رو میزنیم تا سیستم شروع بکنه به پیدا کردن فلش درایو. یه لاگین میکنم داخل روترم. خب df-h اگر بزنم، بله اینجا مموری کارت من که فلش درایو من که 4 گیگ هست رو مانت کرده. حالا روی این آدرس فکر میکنم اینجا هم بله نشون داد، اینو مانتش کرد. منتها ما برای اینکه بخوایم اپلیکیشن رو روش نصب بکنیم با این مسیر کاری نداریم و باید این رو عوضش بکنیم. برای همین اولین کاری که میکنم این هستش که این رو آنمانت میکنم.
بله آمونت هم انجام شد. فلش درایو ما باید حتما به فرمت ext4 یا ext3 باشه. بابت همین داخل همینجا فرمتش میکنم. منتظر میشم تا فرمتش تموم بشه. تموم شد. کاری که میکنیم اول یه ls از اسلش بگیرم موضوع چجوریه. برای اینکه USB ما میتونیم روی دو تا در واقع دایرکتوری مانت کنیم. یه JFFS هست و یکی OPT که فکر میکنم OPT اپتیمال تر هست و ریکامندده. تاکید میکنم این آموزشی که من دارم اینجا خدمتتون ارائه میدم توی ویکی DDWRT هم نیست، هیچ جایی پیدا نکردم. بابت همین تصمیم گرفتم آموزشش رو بذارم، چون خیلی پیچیده کردن یا خیلی ساده از همه چی گذشتن و یا دیتایی که داخل ویکی DDWRT هست خیلی قدیمی هست، آپدیتش نکردن و هیچ راهی نیست. من در واقع این روشی که میخوام خدمتتون ارائه بدم با سعی و خطای خودم به دست آوردمش. خب کاری که میخوام انجام بدم اینه که میخوام درایو رو روی سلش میخوام روی OPT مانتش کنم. بله cd/opt اگه ls بگیرم و یه df هم میگیرم که ببینم موضوع چجوریه. بله مانت شده و هیچ مشکلی نداریم. حالا برای این در واقع لینوکسی که داریم باش کار میکنیم پکیج منیجر رو خودش نداره و چون این پکیج منیجر رو نداره اولین کاری که میکنیم باید این که پکیج منیجر براش نصب کنیم. بابت همین و اجازه بدیم من لینک اینو پیدا کنم. توی از این لینک پیدا شده بود. در واقع همه پکیج هایی که شما میتونید روی این لینوکس نصب بکنید اینجا لیست شده و متاسفانه IPKG پکیج منیجر IPKG اینجا دیگه پیدا نمیشه و قابل دسترس نیست. همه رو پاک کردن و دیگه ساپورت هم نمیشه. بابت همین من یه پکیج رو پیدا کردم به اسم OPKG که قبلا باهاش رو یه ورژن دیگه کار میکردم. این هست. ما میخوایم این رو نصب بکنیم. کپی لینک. اوکی. حالا با توجه به اینکه روش کاملا ابداعی هست اینکه دایر مثلا pkg پکیج رو میخوام داخل این بذارم pkg ls wget پکیجمون که کپی کردیم ls اگه ازش بگیریم میبینیم با فرمت IPK هست ولی ما باینری نداریم که بتونیم اینو مستقیما نصب بکنیم، پس مجبوریم که از روش دیگه استفاده کنیم. من این رو با تار بازش میکنم و دیتایی که میخوام داخل این دیتا دات تار هست. اینو میخوام منتها اگه من استراکچر اینو بهتون نشون بدم ببینید اول خودشو نشون میدم تا این داستان چی هست. اگه ls بگیرم اینجا یه پوشه OPT درست کرد ولی ما میخوایم کل این اکسترکت بشه داخل این پوشه، پس در نتیجه c سلش میکنم cd/cd opt ls
و فایل باینری اینجا ساخته شد. قبل از اینکه بخوام ادامه بدم، چون داریم روش دستی میریم جلو، باید چند تا گوشه درست کنم. mkdir tmp همینجا و mkdir tc و یه فایل کانفیگ هم باید درست کنم، cat /opt etc و خروجی رو باید بدی به opkg.conf ولی تمومش نکن، end of line تا زمانی که end of line ازت بخوام. یه دونه source چیزمون رو برای انتفر هست. در واقع این پکیجی هستش که از انتفر داریم استفاده میکنیم. انتفر http فکر میکنم تا اینجا رو میخوام، یعنی اینو لازم دارم. /k3 آره آخرشون نمیخوام. destination رو بذار root و destination RAM رو هم بذار به tmp و کارمون تموم شد. خب الان که ما این رو انجام دادیم میتونیم چک کنیم ببینیم opt مون کار میکنه یا نه. /bin opt bin opkg. بله، حالا اگه اینو آپدیت بزنم، اینترنت هم قطعه. چرا؟ چیزی فهمیدم. همین رو از اول تایپ کنم. اینجا چون از اونور کپی گرفتم این اشتباه رو کردیم. بذارین اشتباه نکنم. سورسمونه درسته و کامند بعدیش destroot RAM و end of line. خب یه بار دیگه حالا چک بکنیم. بله آپدیت کرد. حالا یه چیز رو چک کنیم. ls blk من ندارم. opkg install ls blk fdisk. بذاریم این پکیج چیا نیاز داریم. من مثلا وایرگارد نیاز دارم. من مثلا وایرگارد نیاز دارم و اینجا وایرگارد تولز و وایرگارد یو آی رو داریم. اینا میزنیم و اینا برام نصب بکن. دیگه چی میخوایم؟ همین کافیه فکر میکنم. این که شروع میکنه به نصب. و در واقع پکیج منیجرمون نصب شد روی لینوکس همون. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. ممنونم ازتون و خدا نگهدار.